سلام دوستان، چطورید؟ اومدیم امروز با یه ویدیو از کانال ما دوتا. امروز میخوایم یه والیبال بازی کنیم، ویدیوشو بگیریم. چند نفر از دوستان تو پارک بودن. آره یاریگری اومدن. اومدن که کمک کنن اینجا. دستشون درد نکنه. متشکریم. خب آینگزه ضرب در 2 میذارم، ضرب در 10 میذارم بازی کردنمونو. 10 ست میگیم. نه 10 تمام. یه ست 10 تمام. آره یه ست 10 تمام. هر کی برد دیگه ویدیو تموم میشه. آره. خب بچه ها یکی فعلا مساوی، ولی آقای میرزایی یه دونه میزنه بیرون از محوطه. آقای میرزایی خراب کرد، بعدم خراب کرد. آقای میرزایی چون خیلی تو سالن بازی کرده به خاطر همین، مگر نه اینجا زمینم خیلی کوچیکه، دوستمونم توپو بیاره. بازم توپ رفت. متاسفانه دیگه زمینم خیلی خوب نیست. باید با حمایت های شما دیگه خوبتر بشه این امکانات دیگه. یکم لایک و سابسکرایب دیگه، به جای پارک بریم سالن بازی کنیم. حالا آقای میرزایی میزنه تور. آقای میرزایی خیلی خراب میکنه. یک دوستان، یکی از دوستامون که اومده بود به خاطر اینکه قبلا پانونش پاره شده بود دیگه نتونست به بازی ادامه بده. ببینین که اونجا نشسته، مجبور شدن یه دوتای بازی کنن و بچه های خودمونم 3 تایی. ببینیم الان دیگه کی میبره. الان مساوی شدن دیگه، اون دفعه قوی بودن. محمد من دانشورم ها دالدان. خب برادر آقای میرزایی زمین خورد. 5-6 شما جلو دیگه. خب بچه‌های ما الان تا الان دیگه جلو بودن، بد خورد، بد زدن. شیش مساوی شدن. واه یه پاس خوب. واو 6 مساوی. آقای میرزایی خیلی خراب میکنه.
شروع کنین دیگه. گیر دادن گفتن تو رو باز کنیم ببریم. ما 11 رو بردیم. 11 بردیم اینم که یه دونه باغبان من گفت اینجا بازی نکنیم. نه باغبان. باغبان پارک فرق نداره. حالا اومد هنوز ما رو بگیری اینجا باغبان پارکمان. ایشون بودن. آره اینجا. ما هم دیگه هر کدوم احترام باید کنیم. 11 ما 5 رو 11 ما تمام کنیم بازی خوردیم. یکیشون هم مثلا من. بله. بله وسط ویدیو نشون دادم.